بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، هوای سرد زمستانی و از یک سو رحمت الهی است که انشالله سبب سعادتمندی و خیر شود. از جانب دیگه این هوا تن نیازمندا را بیش از هر زمان دیگه میلرزانه. عزیزا بیاین که در هوای سرد کمک ها در حد توانایی که خود ما داریم از نیازمندا دریغ نکنیم. فراموش نکنین که در چنین حالت الله متعال چندین برابر اجر و پاداش بیشتر میده برای کسایی که در واقع المحروم و هر ساحل در واقع کمک و دستگیری میکنه. ما برنامه و کمپاین های در واقع زمستانی برای انداختیم تا فی الحال نزدیک به 2000 خانواده در ولایت کابل، البته سایر ولایت دیگه ما برنامه ها را داشتیم. فعلا در کابل نزدیک 2000 خانواده کمک شده است و این روند ادامه داره. عزیزا شما لینک ها مشاهده میکنین، فرمولای نیازمند فراموش نکنین. انشالله ما بتانیم که تا آخر زمستان نزدیک به 10,000 فامیل یا خانواده را در شهر زیبای کابل کمک و دستگیری کنیم.